حال خوب یعنی یک نفر اونورتر، شاید هم یکم دورتر نشسته باشه و رو به آسمون برات دعا کنه و برات آرزوی خیر و شادی بخواد و تو به یک باره پرکشیدن مرغ آمین و حوالی دلت احساس کنی. حال دلتون خوب، روزتون دلپذیر. به طور متوسط سرعت حرف زدن ما 100 کلمه در دقیقه است. اما سرعت حرف زدن درونی خودمون با خودمون حدود 4000 کلمه در دقیقه است. پس عجیب نیست اگه فکر کنیم که خلوت‌های درونیمون که با خودمون داریم در سرنوشت زندگی ما بسیار مؤثره. خیلی از ماها دوست داریم که نحوه بهتر گفتگو کردن با دیگران رو یاد بگیریم. اما همچین وسواسی رو در رابطه با خودمون نداریم. این در حالیه که بخش زیادی از کیفیت ارتباطی ما به حال درونی ما و گفتگوی درونی خودمون با خودمون برمیگرده. برای بالا بردن کیفیت گفتگوی درونی با خودمون 2 راهکار عمومی خیلی خوب وجود داره که با هم به اشتراک میذاریم. پیشنهاد اول، روی کلماتی که در گفتگوی درونی با خودمون ازشون استفاده میکنیم بیشتر تعمق کنیم. اون کلماتی که بار معنایی و مفهومی منفی دارن رو با کلماتی که میشه جایگزین کرد جایگزین کنیم. پیشنهاد دوم، تمام افکار و گفتگوی درونی خودمون رو روی کاغذ، توی صفحه موبایل و یا روی لپتاپمون یادداشت کنیم تا بتونیم یادداشت‌ها رو مطالعه کنیم و در تصمیم گیری برای گفتگوی درونیمون بهتر عمل کنیم. با رعایت کردن این موارد می‌بینیم که احساساتمون رو با کلمات خیلی مناسبی در این بیان می‌کنیم، هم در گفتگوی درونی با خودمون و هم در گفتگوی بیرونی با دیگر عزیزان. اینجاست که می‌بینیم چقدر اوضاع تحت کنترل ماست. تحقیقات تازه نشون داده که با همین روش ساده چقدر میشه برای زندگیمون ایده های جدید پیدا کنیم و از سردرگمی هایی که توی زندگی ها و بلا تکلیفی هایی که توشون گیر کردیم آزاد بشیم. از امروز احساسات درونی تو به صورت کلمه روی کاغذ بنویس و به اونها معنا ببخش تا بتونی توی زندگیت بهترین عملکرد رو داشته باشی. تا حالا شده اینقدر گزینه پیش رو داشته باشید که نتونید به راحتی هیچ تصمیمی بگیرید؟ این مشکلی هست که تعداد زیادی از افراد با اون درگیر هستند و راهکار این موضوع اینه که با ذهنی آروم و در آرامش به آینده بنگرید و بهترین تصمیم‌ها رو برای خودتون داشته باشید. اگر ایمانی به اندازه دانه خردل داشته باشی میفهمی که هیچ دعایی بدون پاسخ نخواهد ماند. هر دعایی و هر فکری به همون میزانی که برای زندگی تو واقعی باشه یک روز به حقیقت تبدیل خواهد شد.
دنیا پر از آدماییه که همه چیز دارند به جز آرامش. من امروز از خدا برای تو دوست عزیزم آرامش رو طلب میکنم و از خدا میخوام که همین امروز آرامش وارد زندگیت بشه.